بادمجونا رو بعد از اینکه شستیم و خشک کردیم به همین صورت پوستشون رو میگیریم. به صورت طولی و خیلی نازک برش میزنیم به همین صورت. حالا روی سینی فر یک کاغذ روغنی پهن میکنیم، بادمجونا رو روش میچینیم، نمک میزنیم و به روغن زیتون آتش. فر از قبل گرم شده 220 درجه حدوداً 1 رو 20 دقیقه تا زمانی که بادمجونا نرم بشن. حالا گوشت رو به همراه پیاز رنده شده، سیر، آرد سوخاری، تخم مرغ، ادویه و نمک کاملا ورز میدیم. به اندازه یک گرده درشت از گوشت جدا میکنیم و به همین صورت فرم میدیم و دو طرفش رو سرخ میکنیم. دونه دونه خارج میکنیم و توی همون تابه رب میریزیم. وقتی که رنگ رب روشن شد پوره گوجه رو اضافه میکنیم و همه رو با هم تفت میدیم. نمک و ادویه رو اضافه میکنیم، آب جوش و میذاریم تا بجوشه. بادمجونا که نرم شدن به صورت به علاوه روی هم میچینیم، لاش گوشت میذاریم و به همین صورت میپیچیم. از خلال دندون برای فیکس شدن استفاده میکنیم و برای تزیینش یک گوجه گیلاسی هم میذاریم. همه بقچه ها رو که آماده کردید، سس آماده شده رو توی ظرف مخصوص فر بریزید و اونا رو دونه دونه توش بچینید. فر رو هم که از 780 درجه داغ کردید حدوداً 50 دقیقه کافیه. پیش غذای خوشمزه ما آماده است. سیوش کنید، سر فرصت درستش کنید. ممنونم از لایک و کامنتاتون و متشکرم که با این پست خوشمزه هم همراه من بودید. اگه تا حالا منو فالو نداشتید همراه هم شید که پیش غذاهای خوشمزه بعدی تو راهه.